خب دوستان عزیز، اینم پرنده ها جیکو و پیکو. جیکو و پیکو. جیکو و پیکو. آره وای چه پرنده های نازی. حالا بینم من که نمیدونم. خب امیرعلی تو میشناسی الان کدوم جیکوه کدوم تیکوه؟ اینی که داره خوشو میخارونه جیکوه، این تیکوه. تیکوره یانه کدومه به نظرت راست گفت؟ درسته تو هم میشناسی الان؟ جیکو پس این جیکو این تیکوه. خب راستی یه سوال بچه‌ها، این دوتا سنشون یکیه؟ بزرگ کوچیک که ندارن؟ نه آفرین. کدومشون شیطون تره به نظرتون؟ کدومش میشه شیطونه؟ تیکو. وای الان من نگاه الان اینسان وای داره چیز میخودشون پراشون چیز میکنه میخورن. غذا بچه‌ها چی میخورن؟ خوردنی چی میخورن؟ الان ارزن گذاشتم. ارزن میخورن با مخلوط گردو و سیب و جعفری. وای نازی. بچه‌ها این قفسشون این مقداری کوچیک نیست واسهشون به نظرتون؟ چون پراش این دومش خیلی الان من که نگاه میکنم به نظرم قفس باید کم بزرگتر باشه. درسته؟ حالا بعدش واسه بعد راستی چه جالب اینجا رو خودتون انتخاب کردید. جریان چی بود که به بچه‌ها به دوستان بگید که این گلا که واقعا چه گلای خوشگلی بچه‌ها اینجا دارن، چه فضای واقعا عالیه. نگاه کن بچه‌ها انواع گل نگاه کنید بچه‌ها. اون ورم هست. خب چطور شد که این فضا رو شما انتخاب کردید بچه‌ها؟ اینجا داخل گلوگیا اینا حالشون احساس بهتره. میکنن که داخل اینجا جنگلن. بهتره. خودشونه. عالیه آفری. خب برنامه واسه آیندهتون چی دارید واسه پرنده ها؟ میخواید تا کی اینا رو نگه دارید؟ اینم چه برنامه‌ای دارید خلاصه واسه بچه‌ها؟ تا جایی که بتونم نگهشون میدارم، ازش مواظبت میکنم. آفرین. وای چه پرنده‌های نازی. الان راستی یه چیزی بعضی پرنده‌ها دیدم باشون صحبت میکنن، یه حرفایی میزنن، بعد میشنن رو شونه‌های مثلا صاحباشون. شما چی جیکو تیکو الان مثلا این مرحله رسیدن چیزی یاد گرفتن چه جوری مثلا؟ حرف که نمیتونن بزنن خب. ولی روشون نمیشینن. روشونه میشینن. آره. وای چه چیزای جالبی دارن. اینا چی همیشه واسه بچه‌ها بگید اینا؟ واسه این بازیشونه واسه آره این تاب وای تابشونه. این نازی چه تابی. وای داره نگاه نوک میزنه بچه‌ها. آفرین. این یه شیشم. اینم نرده بود. اینا بچه‌ها خب جای آب خوردنشونه. اونم نردبونه. اینم خب تابه. اینم غذای ارزن. اینم بچه‌ها سنگ کلسیومه که میخورن خیلی واسه بدن. خب بچه‌ها خیلی عالی. به نظرم دوستانم که تو خونه هستن خیلی شاید خوششون بیاد. اگه حرفی نکته‌ای دارید پس شما میتونید بگید که پرنده های خوبی هستن. تاکید میکنید مثلا پیشنهاد میدید بچه‌ها که عروس هلندی بخرن. آره عروس هلندی خیلی خوبه. آموزشش فقط یکم سخته. آها خب عالی بود بچه‌ها. یه بار دیگه از نزدیک بگیرم. وای چه خوشگلن. امیرعلی به خاطر لپاشون بهشون میگن عروس هلندی. درسته عروس؟ آره یا نه؟ درسته؟ عالیه بچه‌ها. آره واقعا عالی بود ویدیومون. امیدوارم که بچه‌ها دوستان همه تو ایران خارج ایران تا الان لطف داشتن، همگی دوست داشته باشن. تا ویدیو بعدی خداحافظ. خداحافظ. Let's go